اینجا طالبا بری کرد سر ربانی سب صدا کرد که جر تر جر شوکی خوشی که طول شر و فسادی یو نمانم و خدای قسم دی چی نه سیاف منم نه ربانی منم یو نمانم یا قبول نکرد که قبول نکرد که حمله کرد سب در یک شو کابل تصفیه کرد طالبا کابل که تصفیه کرد این مردم گریختن این مردم که گریختن از صفحات شمال ربانی سب چی میگن کشمکش ها اید آمدن نیروهای پاک پیسای 10,000 5,000 سرش یک تیکه نازک آوار میکنه میره و چت در نفاس جماعت استاد میشه پس نه یک بوجی دلار هم که اگه هفته دیگه در سرک میبود چه نر نبود که سونه اون بوجی سیل میکسب سرش خم نمیتونه از ترسی که دیست قدم میشه در قاضی سیدون یک حکومتی بود که یک بیرق سفیدشون حکومت میکرد با واقعیت دیره ما از نظر دیدیم منتها همین که سر نفر 3-4 دفعه نماز میخوند یک تر ریزا میگه اگه هزارگیز دمی فروشگاه دکان داشت قدمی لغت که دمی کنی زد گفت آخی مولایی صاحب هفتهویش ردیسش بود چاراندام میکرد خودم قشیش من دیدم گفت مولایی صاحب آخو نو استنجا کردیم بلیازی خدا نگه بار نداری ده کن مطر واس کنم کن از مطر آخی میلی چاراندام کنم نمیلی دیگر صاحب که بلد بند کرد دمیشش که زد هفتهویش شپا شد رضا گریخت رضا که گریخت آلیده ای وقتا که میبنم گفتم رضا شد چطور بود همون چاراندام میکرد گمش که مردم هیچ با خدا اگه میخواه مجال نمیداد که آدم موضوع میگرفت گفتم خوی با هم تیر شد بازدهی چند وقت پیش دم یک ده محرم الحرام آقای محسنی صاحب یک نصیحت کرد بر این برادرای اهل تشیع گفت که الان شما دیوانه این باز آمد خبرنگار BBC از پیش کرزی صاحب سوال کرد که یک تعداد زر مواد مخدر و کوگنار در افغانستان بسیار از اوجم بالا شده در ارتباط چی میگی؟ بازی نازنین چپنش اشانه کردم آمدن که بسیار رفتار کوکوری میگرد آمد پشت مایک ساعت شدم بسیار بود ما که در خارج میریم یادآور مواد مخدر میشه با خدا شرماست با قرآن شرماست زر کوگنار و مواد مخدر منبع فساد و عامل تمام جنجال ها در کشور ماست اگر ما کوگنار را سرنگون نکنیم و ما را سرنگون میکنیم